الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. برادران عزیز و نمازگزاران محترم، خداوند را شکر میکنیم که توفیق بندگی عطا کرد. در رمضان مبارک صحت و سلامتی داد که ما روزه گرفتیم و شبها را قیام میکنیم تا اینکه گناهان گذشته من و شما بخشیده شود. برای همین دعا میکنیم که الله تعالی در این ماه بخشش و رحمت و مغفرت گذشتگان من و شما همه اهل نشست مؤمنین و مسلمین رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. باقی ماندار زندگی با بندگی نصیب کند. پروردگارا عمر دراز، تن صحت با بندگی خدا برای من و شما عطا کند برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. برادران عزیز، حسب ترتیبی که من و شما گذاشتگی بودیم در بیان کردن معنای سوره ها و یک احکام چیزی از اون سوره ها بیان کردن دنبال قاریایی که میخوانند، ما در سوره کهف بودیم و چندان اگر صحبت هر سوره را ما بکنیم نمیتونیم که به قاریا برسیم و البته کوشش میکنیم که قاریا را دایره کنیم. برای همین سوره کهف از سوره های مکی هست، تقریبا 110 آیت و 12 رکوع دارد. بعد این سوره مریم هست. سوره مریم از سوره های مکی است، 98 آیت، تقریبا 6 رکوع دارد. بعد او سوره طه هست. سوره طه از سوره های مکی است، 135 آیت و 8 رکوع دارد. برای همین امروز این سه سوره را میگذاریم. من درباره سوره مریم و طه چندی صحبت نمیکنم. صحبت موضوع امروز ما درباره سوره کهف میشد. ان شاء الله چیزی در اون باره ما میگیم حتما برای شما. سوره مریم به نام مریم گذاشته شده است و اون طه حروف های مقطعه هست. همین جا یک چیز هست من میگذارم. سوره مریم با این خاطر نامگذاری شده است که حضرت مریم نقل میکنه این سوره یگانه زنی که با نامش صراحتا در قرآن می آید مریم است، مادر حضرت عیسی دختر عمران که ما ایرا در سوره عمران گفته گذاشتیم و تقریبا 34 مراتبه کلمه مریم، اسم مریم در قرآن ذکر می شود. مریم کلمه عبری هست، خادمه الرب، خدمتگزاری پروردگار می شود معناش. و درباره طه بعضی جاها ما میریم حتی خانه اهل مثلا دانش میریم بچه‌ش طه نام کرده که این نام پیغمبر است. این عقیده غلط است و این دید غلط است، چون که طه نام پیغمبر نیست. این از حروف های مقطعه قرآن است. شکلی که الف لام میم، الف لام را، طه، اینا حرف های مقطعه اسم نیستن که یگان کس نامگذاری کنه طه و این نام پیغمبر هم نیست از طه. به هر حال این دو چیز من گفتم. برمیگردیم به سوره اصحاب کهف. شما ببینید که در سبب نزول سوره اصحاب کهف پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه دعوت شروع کردن به یکتا پرستی، بیزاری جستن از این بت، از این لات و منات و عزات و از اون 360 چند بتی که در اونجا بود، از اینها بیزاری کردن. مردم قریش باوری و اعتقاد و اعتماد به نبوت پیغمبر نداشتن، نکردن قبول. بعضی‌ها حقیقت هم می‌دونستن قبول نمی‌کردن، بعضی‌ها واقعیتاً هم، چون که بین حضرت عیسی و پیامبر زمانی که فترتی که دیگر پیامبر فرستاده نشد به نهایت زیاد بود. بعضی‌ها میگن تا 500 سال بود. به هر حال اینا در گمراهی بودن، میگفتن شاید محمد حق نباشد صلی الله علیه وسلم. بنابراین سبب نزول سوره کهف میشد که نضر ابن الحارث و عقبه ابن ابی معیط دو کس از مکه اینو مدینه فرستادن پیش اهل یهودی مدینه. بنی نظیر، بنی قریظه، اینا همه یهودی بودن، در مدینه زندگی میکردن. پیش اینا رایشان کردن که شما برین از عالمان یهود بپرسین که مرد در مکه دعوای نبوت میکند، دعوای پیغمبری میکند، آیا این حق است یا نه؟ وقتی که نضر ابن الحارث و عقبه ابن ابی معیط اینا اومدن مدینه پیش یهودی ها، گفتن که شما در احوال انبیا از ما داناترین، شما صاحب کتاب الاولین، یعنی صاحب تورات بودن اونا.
گفتن که شما نسبت احوال انبیا از ما زیادتر میدونید. مرد به نام محمد در مکه دعوای نبوت میکند، آیا ما چگونه او را باور کنیم که این پیغمبر هست یا نیست؟ این یهودی ها 3 تا سوال دادن اینا را. گفتن همین 3 سوال جواب داده بتونه پیرویش کنین و اون پیغمبر است، و اگر نداند رجل متقول، اون یا مردی است که خیلی برای خودش چند گپه درست کردگی هست. بعدا اینا گفتن چی سوال کنیم؟ گفتن اول بپرسید من فتیتین غابوا قبل الدحور، از اون جوانانی بپرسینشون که یعنی جوانانی که زمانی پیش از میان قوم جمع گم شده. درباره اون جوانان یعنی اصحاب کهف، همون پسرانی که با یکتاپرستی ایمان آوردن، اون پادشاه زمانشون خدا نمیدونستن. فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدی، یعنی جوانانی که به پروردگارشون ایمان آوردن و در ایمانشون خدا میگه ما زیادتی کردیم. درباره این جوانا بپرسینش. و درباره ملک الارض، کدام مردی بود که زمین در مالک بود، یعنی مشرق و مغرب زمین در رسید. درباره ذوالقرنین، درباره این بپرسینش که کی است این مرد. و سوم اسالوه عن الروح، درباره روح بپرسینش که روح بیان کنه که چی چیز است. اگر این سوال های شما را جواب داد اون پیغمبر است. یهودی های مدینه این نضر بن حارث و عقبه را همین گپ را زدن، اینو برگشتن مکه آمدن. مکه آمدن پیش بزرگاشون گفتن که ما را یهودی ها 3 سوال روی کردن، این فاصل بین خودمان و بین محمد است، یعنی الان معین میکنیم که این پیغمبر هست یا نیست. فیرادش کردن، گفتن ماذا تقول فی فتیتین غابوا الدهر، یعنی درباره اون جوانانی که یک زمانه دراز گم شدن قصه عجیب دارن، آیا درباره اون جوانان چیزی میدونی؟ یک سوال. دویم گفتن ملک پادشاهی که مشرق و مغرب زمین گرفته بود، آیا اون کی بود؟ میدونی؟ معلومات داری درباره این؟ و روح چی چیز است؟ درباره روح یگان معلومات داری؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از این که ان شاء الله بگه گفت اخبرکم غدا، فردا من شما را خبر میکنم. ان شاء الله نگفت. از فردا شروع شد، اینا هر روز طلب میکردن. 15 روز گذشت، جبرائیل نیامد، هیچ وحی نیاورد. مردم مکه هم سر صدای بلند کردن، گفتن قال محمد غدا اليوم 15، یعنی محمد صلی الله علیه و گفت فردا جواب میگم، امروز 15 روز شده است که جواب نمیگه. پیامبر البته غمگین شدن در این کار، خسته شدن، دلشون زیغ شد که چرا جبرائیل نمیاد. این مشرکین و این مکه در کفرشون یک باره یعنی بی‌طرفی میجوین از من، دروغگو میشمارن مرا. همین بود که بعد 15 روز جبرائیل آمد به سوره کهف. الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. همین سوره کهف آورد. در این سوره کهف قصه کرد از اون جوانان که اون جوانان کسانی بودند که ایمان جستند، طاعت عبادت پادشاه را خدا ندانستند و اونها فرار کردند در غار. کهف گفته غاری را میگن که داخلش وسیع است. غاری که داخلش وسیع نیست که کوچکه، او را میگن غار. کهف گفته همونش میگن که داخلش وسیع اکشاده. غار هیرا، غار ثور به خاطر میگن که داخلش معده است. غار کهف گفته همون غاری را میگن که داخلش وسیع است، اون کهف نام دارد به زبان عربی. این سوره آمد، اون جوانان را نقل کردن که اینا در اونجا رفتن 300 سال خواب کردن و ازدادوا 309 سال اینا خواب کردن، بعدا بازار آمدن. همه این قصه را در این سوره جبرائیل نازل کرد. محمد صلی الله علیه و برای مردم قریش مکه، برای نضر بن حارث و عقبه بن معیط، برای همه اون مردم بیان کرد. و در اینجا حقیقت روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیل. درباره روح هم جواب اومد در این سوره که وقتی که تو را میپرسن ای محمد صلی الله علیه و سلم که روح چی چیز است، تو بگو که الروح من امر ربی، روح امر پروردگار من است، و ما اوتیت من العلم الا قلیل، منم از علم اندک داده شدگیم. حقیقت روح هم من میدانم که امر الهی است. تمام.
به هر حال این درباره این اومد و درباره اون ملک صالحی که مشرق و مغرب زمین در مالک بود به نام ذوالقرنین، او قصه هم در این سوره آمد. به هر حال مردم قریش در جواب آمد، سوره را رساند و در این سوره بسیار درس ها هست. اولین درس در خود همین قصه این جوانان اصحاب کهف. هر یک جوان در باید اینا نمونه باشند برای ایمانش، برای صداقتش، برای بندگیش پیش خدا. غیبت حرام است، حرام است. آبرو و عرض کسی در صحبت کردن حرام است، حرام است. نماز خواندن فرض است، جای موقع بخشش گناهان است. اذا قام المرء على الصلاه یوزع ذنوبه على عاتقه. وقتی مرد در نماز میخیزد گناهاش در بالای کتفش گذاشته میشود. یتساقط منه كل ما يركع و يسجد. هر وقت رکوع سجده میکنه غلطیدن میگیره. جای بخشیدن گناهان نماز برادر. اینا را کردن در کن. این درس است برای ما. زنا حرام است. عرض و دست درازی کردن با زنان و دخترانی که عقد نکاح با آنها نداره حرام است. نظری با شهوت حرام است. و این چیزها را باید ما نمونه داشته باشیم. و دوم چیزی که در اینجا درس است، درس این است که در این سوره بسیار قصه ها است. قصه این جوان ها هست، صحبت درباره روح است، قصه ذوالقرنین است. بعدی همین قصه جوان ها قصه اون دو مرد هست که یکش صالح بود، قناعتگزار بود، یک مرد دارایی که برد داراگیش به کفر رساندش، اونم در همی است. بعد او قصه یونس است، بعد او قصه موسی و خضر هست که در این باره ما کم ترک صحبت میکنیم اگر وقت گنجایش بتد. شما ببینین حضرت موسی در همین اصحاب کهف سوره کهف در نقلش میکنه خداوند که یک روز قصه همی خیل بود به چه خاطر این را مبتلا کرد به علم خضر. حضرت موسی یک روز در بنی اسرائیل خیس امر معروف کرد. این چنان امر معروف کرد که همه در وجه آمدند. یک مرد از بنی اسرائیل گفت که ای موسی، آیا داناتر از تو در زمین هست؟ یعنی در روی زمین کسی هست که از تو دانا باشد؟ گفت نه، نیست. اون که حضرت موسی نمیدوند که هست یا نیست. خداوند حضرت موسی در وحی کرد که ما یدریک، از کجا میدانی که این یزع الله علمه، الله تعالی علمش در کجا میگذاره. ما بنده داریم در مجمع البحر مکانی، تو برا پیش اون بگو از تو عالمتر است. از اونجا بود که قطیون فتا قطیون یوشع ابن نون مصلحت کرد، گفت که ما باید حتما مجمع البحر بریم. در اون مجمع البحر ما مردی هست که اون عالم است، باید ما علم او را چکار کنیم؟ بآموزیم. و از اینجا بود که اونا گرفتن و نشانه این بود که یک حوت داشتن و این حوت تماما روح و جان نداشت، حتی اون مشوی بود، نمک هم کردگی بود فکر میکنم، یعنی اون تیار بود برای اینکه خوردن بود. نشانه همین بود که اگر وقتی که همون زنده شود برود، اونا در مجمع البحرین رسیدگی هم رفتن که در اونجا اون جوان گفتش که این حوت من فراموش کردم که جای وقتی گفت که بیار عبید کنیم، گفت همون ماهی را در جای همون حوت فراموش کردم. برگشتن که اون برفت است در دریا. همین جا بود که حضرت موسی گفت که الکی موقعش ده که من با خضر ملاقات کنم. بعد رفتن خضر دیدم، با خضر سلام کردن. خضر دا این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت. اون شناخت که این کسی از معرفت خدا دارد. بعد این گفت که من موسایم. گفت ابن اسرائیل، تو از فرزندان اسرائیلی؟ گفت بله. گفت علمک الله علما لا اعلمه، خداوند تو را علم داده که من نمیدونم. و علمنی علما لا تعلمه، و خداوند مرا علم داده که تو نمیدونی. چه موسی گفت که من باید از تو بیاموزم همون علمایی که نمیدونم. گفت تو با همراهی من اگر امرگی در طاقت داشته باشی، من تو را نشان میدم، صبر میکنی تا اینکه به آخر نرسیم. حق نداری که مرا بپرسی که چی به کارا را کیستم. گفت باشه. امرگی کرد با خضر علیه السلام. از دیدگاه علمای اهل سنت و الجماعت خضر پیغمبر است، صاحب وحی است، چون که اون کودک هم میکشد وقتی به وحی. این چنین کارها عموما اجازت نیست برای بنی بشر، برای همین اون پیامبر است، وحیش دیگه برای. و حضرت خضر حضرت موسی را میگیرن، چند قدم در لای بحر میرن که کشتی میبینن. کشتی را میگن، اونها خضر را میشناسن، سوارشون میکنن. در راه رفته استن، یکی از لوحای همون تخته، یک تخته همون کشتی را خضر میخیزه، میجاش میکنه، میگیره در همون دریا میپرتش، نقصان میکنه در کشتی.
آب میدونه داخل کشتی. موسی میگه چی کاری کرده که مردم نه اجره گرفتن نه کرایه گرفتن ما سوار کردن تو کشتیشون خستی شکستی کندی را داخل چپری آب کردیسته. گفت که ای موسی من نگفتم که تو با من صبر نمیکنی؟ گفت که خیر من را گریف نکن در آنچه که من فراموش کردم و با تو صبور میباشم مرا ببخش. بعدا رفتن دیدن یک کودک با دیگر کودکا بازی میکرد. ایموی سر اون کودک خضر گرفت زد گردنش قتلش کرد کودک. حضرت موسی گفت قتلت نفسا زکیا، یک طفل بیگناه را کشتی. گفت ای موسی من نگفتم که تو صبر نمیکنی با من؟ گفت که مرا گرفت نکن در آنچه که بی صبری کردم و انشالله صبر میکنم مرا ببخش. بعد از اونجا سفر کردن رفتن در یک قوم در آمدن که اون قوم را مهمانی نکردن، درست نماندن. اینا گفتن یگان مهمانی طعام بکنن ندادنشون. دید در اونجا خضر علیه السلام یک دیوار کج شدگی است، یعنی زمان افتادنش. رفت اون را با دستش خضر راست کرد. حضرت موسی گفت که تو دیوار کج که میغلطید راست کردی برای قومی که ما را طعام ندادن. کاش که میگفتیشان یگم کرایه یگم چیز مصلحت میکردی، قدشان یگم طعام یگم نرخ یگم قیمت میدادن بعد راست میکردی. اونجا بود که خضر علیه السلام حضرت موسی را گفت که این فراق بین من و بین تو است، من تو را خبر میکنم با این چیزها. در بالا یک پادشاه ظالم ایستادگی است، یک سلطان یک قبیله. گفت اون هر کشتی زیبا و به نقصان میگیره. اگر نقصانی من در این کردم به خاطر کردم که کشتی اینا را نگیره، اون خوبیه که به ما کردن من جواب شد دادم. و اونی که گفت کودکی را که من قتل کردم دو تا یعنی پدر و مادر صالح داشت. من از این قصه یعنی خداوند وحی میکند برو که این پسر کلان شود پدر و مادرش کافر میکند. به همین خاطر گفت من اینا چیکار کردم؟ اینا بی‌طرف کردم و الله تعالی فرزند نیک و صالح برای اینا عطا میکند. و اون جایی که دیوار را راست کردم گفت اونجا دو یتیم بودن که اولی به سن رشد و بلاغت نرسیده بودن. در زیر اون دیوار کنز پدر اینا بود. به خاطر راستش کردم که آینده کلام کشیدن کندن همون کنز پدرشون رو بیاون باز خرسالن مقصد دیگرها نگیرد. اینا چیزایی بودن. این موسی گفت یعنی حضرت موسی اون دعوای در بنی اسرائیل کرد که در روی زمین از من عالم تر نیست، خداوند مبتلا کرد او را با علم خضر. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که امین سوره کهف که میخوان این قصه حضرت موسی و خضر میگفت که ای کاش که برادر موسی را خدا صبر میداد، از علم خضر با هم استفاده میکردی. برای میگه هر یک قومش سرزنش میکرد خضر او بی صبری میکرد. در حدیث آمده است. به هر حال در سوره کهف عجایب قصه ها است. قصه های مردی که قدر دارا شد که به کفر رسید، مرد نادار صالحی که قناعت پیشه کرد. اینا صاحبی چه شدن؟ از کجا را؟ اینا هستند. و در این قصه موسی برای علما برای طالب علم درس است که اگر علمی که اونا دارن علم اندک الله برای اونا دادگی است، دعوای علم نکنن، دعوای عالمی نکنن. برای همون در این سوره ها در این قصه ها عبرت و درس برای من و شما هست که ما چیکار کردیم از اینها درس بگیریم. بعضی چیزها را برادرها گفتن که امیره در مجموعه بگوی بهتر می شود. تا اومدن قاریو من هم مسئله را میگم دعا میکنیم، از روز بعدی با سوره ها را دنبال میکنیم ان شاء الله. شما ببینید بعضی برادرها را مصلحت دادن که فلانه است قرضدار است، چگونه زکات تام را بده. میگه 5000 سوم میگیری، میره میگه که 5000 سوم من زکات بقب قرض بده. زکات میتیش قبول میکنه، قرض میگردونه. از دیدگاه دین از دیدگاه فقه بطل القرض و زکات، هم زکات باطل میشه هم قرض. این خیلی ممکن نیست که مصلحت کنی برای آدمی که تو مالکش میگردونی پول زکات تا بگویی که بگردون مرا بده. این کارو نباید بکنه. اگر به مصلحت دادیش، به مصلحت یکم سومش دادی گفتی از زکات من از لیکن وایت قرضدار بود، چند لحظه پس رفتی پول تصرف کردی چی گپ نه، پول ختم که بگردونه بده زکاتم درست شدگی قرض و مدام میشه. لیکن مصلحت باید در این نباشه. فهمو؟ بسیاری‌ها این کارا میکنن زکاتشون درست نمیشه. و زکات کیها را دادن ممکن نیست که بتیش زکات ادا نمیشه. 5 نفرن اونو دیگه همه را زکات بتی میشه. یکم زکات انسانی که با خدا اعتقاد ایمان ندارن، از ملت اسلام بیرونه.
این انسان محل عبادت نیست، زکات رکن است. یک انسانی که دین آیین نداره همسایه ما هست، از ملت اسلام بیرون است، ما میتونیم قطعی مواسات کنیم، مواخات کنیم، مدارات کنیم، عام صدقه، عام هدیه میتونیم، درست است. لیکن زکات رکن است، ادا نمیشه اگر بتیش. این یک. دوم پدر و مادرت نفقه اینا واجبه بر ذمه ما. اینا را ممکن نیست. چند بالا برا ماما و بابا اینا. و همین گروه ده، گروه دوم ده بچه و دختر هم داخل است. بچه و دختر نمیره و اینا را نمیتی. چند پایان برا اصول فرو میگن نمیتی. سوم کسی که صاحب زکات است، خودش صاحب زکات است، تو برای اون را زکات میتی، زکات ادا نمیشه. چهارم زن تا نمیتی، زن تو را نمیتی، ادا نمیشه. بینهما زوجیه، بین تو زن و شوی باشد، زنت صاحب زکات باشد تو رابطه نمیشه، تو صاحب زکات باشی او رابطه نمیشه. پنجم صاحب هدایه علامه مرغینانی و دیگر علما گفتن که سیدزاده ها را، لیکن همین را خط بزنن میشه دیگر، به خاطر که اون سیدزاده ها ایشانا یک حصه ای بیت المال داشتن، اونا را بیت المال یک حصه میدادن، خود دیگه هیچ حصه ای ندارن بیچاره، زکاتشون بودن میشه. وگرنه از دیدگاه فقه گفتن این سیدزاده ها را زکات نتن، صدقهشون بودن، هدیهشون بودن، زکاتشون نتن. این بدون مسائلی که مرا چندین جوانایی که پرسیدن گفتن که مردم در برسانی بهتر است دیگه، اپت هم میشه و اکت هم میشه و دیگه هم بده میشه، بغض این 5 نفری که من بیان کردم. مدرنده را میشه، مویندر میگن، یک برادر که مویندر دا میشه، مویندر دا میشه. اگر بعضی فقها مصلحت دادن که پدرش دارو های، نفقه او بر ذمه پدرش واجب های، همین حالت داروگی پدرش دا مویندرش نه تزکات. لیکن اگر پدرش دارو نیست یا پدرش فوتیدگی است، مویندرش هم تزکات. خداوند از من شما قبول کند، پروردگار بیماران ما را شفای کامل عاجل عطا کند، پروردگار قرضداران را قرضشان را به عزت و با بندگی خدا ادا کند، مهاجران را در پناه اسمت خودش نگاه بدارد. پروردگار را در این روزهای بخشش و مغفرت همه من و شما را ببخشد و بیامرزد، گذشتگان من و شما را بخشد و بیامرزد. پروردگار را امنیت و صلح و ثبات کشور من و شما را همیشگی بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.